بود نبود مملکتی بود. در این مملکت اژدهای حکمران بود. آدمان تولد می شدند و وفات می کردند. سالها ترنسان می گذشتند، اما اژدها همانا در تخت خود استوار بود و به سر مردم بیچاره جبر و ظلم می کرد. در نزدیکی های قصر اژدها کولی موجود بود. در این کول سنگ پشت پیر زندگی می کرد. اژدها هر روز لشکری خود را به جستجوی این سنگ پشت می فرستاد. دارید و قتل کنید. این امر اژدها بود، چون که او می دانست که سنگ پشت شمشیری دارد که مرگ اژدها در این شمشیر است. اما لشکریان هر قدر کوبند هم از سنگ پشت نشانه نمی یافتند. همین طریق سالها می گذشتند. روزی به نزد سنگ پشت جوانی زیبا و سرو قامتی آمد. با من شمشیر لازم است، گفت او به سنگ پشت. شمشیر به تو برای چی لازم؟ پرسید سنگ پشت. من میخواهم که اژدها را بکشم و مردم را از جبر و ظلم آزاد کنم. آزادی به آنها برای چی لازم؟ پرسید سنگ پشت. آدمان را آزاد میکنم و نامم را شهرتیار میکنم، جواب داد جوان. سنگ پشت هیچ چیز نگفت و شمشیری را آورد و به جوان داد. جوان شمشیر را گرفت و به قصر اژدها رفت. به قصر اژدها در آمد و دیگر برنگشت. دیگر کسی درباره جوان چیزی نشنیده بود. مردم می گفتند که سنگ پشت جوان را فریب داد، با او شمشیر حقانی را نداد. پس از چندین سالها به نزد سنگ پشت جوانی دیگری آمد. این جوان هم میخواست که اژدها را بکشد. مرگ اژدها به تو چی لازم؟ پرسید سنگ پشت پیر. من میخواهم که آدمان را آزاد کنم و نامم را شهرتیار کنم. شمشیر با من برای همین لازم است. سنگ پشت چیزی نگفت و به او شمشیر را داد. جوان با شمشیر ناترسانه وارد قصر اژدها شد و با همین دیگر کسی درباره او چیزی نشنید. معلوم شد که او را هم سنگ پشت فریب داده است، می گفتند آدمان. پس از چندین سال یک جوان سوداگری با همین دعوا به نزد سنگ پشت آمد. سنگ پشت به او نیز شمشیر داد. جوان سوداگر هم به قصر اژدها در آمد و دیگر بی‌نام و نشان شد. آدمان دانستند که مبارزه با اژدها کاری بیهوده است. اما باری به نزد سنگ پشت ماهیگیری جوانی آمد. نام او لیلای بود. جوان طوری ماهیگیریش را به آب انداخت و وقتی که کشیده برآورد دید که به آن
سنگ پشت پیر افتیده است. سنگ پشت از او التجا کرد: مرا رها کن ماهیگیر، من به تو شمشیر تحفه می کنم. شمشیر؟ وای به من چی لازم؟ من ماهیگیر، من راهزن نیکو. حیران شد جوان. تو با این شمشیر اژدها را می کشی و شهرتیار می شوی. همه درباره تو قصه خواهند کرد. گفت سنگ پشت: ای بیامان، من به این هم شهرتیار. همه می دانند که من بهترین ماهیگیری گرد و اطراف. جواب داد جوان: تو آدمان را آزاد کردن نمی خواهی مگر نمی خواهی که بدی نابود شود، مردم آزادانه نفس کشند؟ پرسید سنگ پشت پیر. جوان به فکر فرو رفت. خیر، بده به من شمشیرت را. برای آدمان آزادی لازم است، پس من که انسانم باید آنها را آزاد کنم. و او شمشیر را گرفت و به قصر اژدها آمد. جوان وقتی که به قصر اژدها آمد دید که یک مخلوق عجیب بدهیبت با دندانهای تیز و دهان آتش فشان، چشمان شعله‌بار، پنجه های درشت و ناخن‌های دراز، تنی مار مانندی پیچانش به دل کس وهم می انداخت. در پنجه اژدها نسخه همان شمشیری بود که سنگ پشت به او داده بود. جوان و اژدها به جنگ در آمدند. هنگام جنگ جوان حس کرد که اژدها آنقدر هم پرقدرت نیست. جوان در محاربه اژدها را زخمی کرد. اژدهای زخمی به زیر پای جوان افتاد. اهی، این تو همون اژدهای تعریفی؟ پیشخند زد جوان. بله، من اژدها بودم، اما اژدها اکنون تویی. گفت اژدها. چی خیل؟ پرسید جوان. من هم مثل تو جوانی بودم که میخواستم مردم را از اژدها خلاص کنم. اژدها را کشتم، اما وقتی که زر و زیور بایگری طلاهای اژدها را دیدم، عشق، مهر همین بایگری در دل من جا شد. این عشق مرا به اژدها تبدیل داد. این دندانهای تیز من برای از دیگران حمایت کردن ثروتم است. این تن پیچان من شبها این همه ثروت را به آغوش گرفته می خوابد. اکنون من می میرم، اما این همه را تو می کنی. تو به اژدها تبدیل می یابی. گفت اژدها. تو اژدها شدی چون که تو انسان نبودی. گفت جوان و به خزینه اژدها وارد شد و دید که آنقدر طلا، آنقدر زر و زیور، آنقدر جواهرات است آنجا که چشم میره باید. جوان دست یازاند و طلاها را لمس کرد
در همین وقت دید که ناخن‌های او دراز می شوند و پنجه های دستانش به پنجه های اژدها مبدل شده ایستادند. در آینه زرحلکاری که در آنجا بود جوان به صورتش نگریست و دید که کم کم به اژدها مبدل می شود. من باید پیش این کار را بگیرم. من باید به اژدها مبدل نشوم. جوان آینه را به سنگ زده شکست و دیواری که خزینه اژدها را از مردم می پیشاند زد و برهم داد. همه زر و زیور را به بیرون ریخت. مردمان را دعوت کرد. مردم کمبغل آمدند و هر کسی هر قدری که دلش میخواست زر و زیور گرفت. مردم خوشنود و خرسند بودند. جوان باز به ساحل کوه آمد و سنگ پشت را دعوت کرد. من شمشیرت را آوردم، بگیر آن را. شمشیرت مرا برای غالب شدن به اژدها کمک نمود، اما کم بود که من خودم به اژدها تبدیل یابم. بگیر شمشیرت را، بگیر و آن را پنهان کن تا اژدهای نوی به سر ما نآید، گفت جوان. و شمشیر را به سنگ پشت داد. یک وقتها پایتخت ویتنام تخنلانگ نام داشت و این آن معنا را داشت: اژدهای پرنده. پس از آن که جوان اژدها را کشت و مردم را آزادی بخشید، نام پایتخت را هم عوض کردند. اکنون پایتخت خنای نام دارد. معنای خنای شمشیری برگردانیده شده است. دوستان من، اژدها این همان نفس ماست. ما اگر نفس خویشتن را لجام نزنیم و در دست خود نگه نداریم، این نفس ما را نیز به اژدها تبدیل می دهد.